خیلی خوش اومدین بچه‌ها. خوش اومدین. خیلی ممنون، متشکرم. مرسی عزیزم. مرتضی باشون صحبت کردی که میمونن دیگه؟ 100% میمونن. هایپ گرفتم هزینه کرده برسیدم. بابا میگم میمونن، البته اینا هایپ نیست، لایف ولی میمونن. با من بحث نکن مرتضی. فقط اینجا جونی اگه گفتن شبو بمونی، من امشب و حداقل نمیتونم بمونم، حواست باشه. ببین منم غلام زمین بزنم و سریع برگردم. چقدر زرقی برقی کیوتی شما. وای آناس مرسی، کیوتی هست خودت عزیزم. آجی جونی سفیده بدی نیستم. ببین من هیچ کدومشون نیستم. من فردا ساعت 6 سال مشتری دارم، شب باید برم. حالا تابلو نکن دیگه، کله فازی که نیست. مرتضی مبارزه بره. نه مبارزه واسه منه دیگه. بله از حلقه آتیش نکردی این سری قبلی. خیالت راحت باشه، ولی مبارزه من صحبت کردم. باش برای خودت. مثلا هزینه کردن. یه لایف و یا بالبالو. خواسته عدد لاکچری ها در بیاره مثلا. یس مرتضی هایپ دوم باز کردن دیگه نمیرن. اگه برنم من نمیذارم بره. مرتضی این آنشرنیه از حسن یزدانی بیشتر مدال داره چرا؟ من دست کم گرفتی؟ من ورزشکار رو واسه تو آوردم. منم توتال دوست دارم. بله توتالی. سیسی منو گرفته، یواش یواش پشو بریم. ببین لایفشون هم تموم شد، جمع کن بریم. آره بریم. خب دیگه بچه ها ما کم کم رفع زحمت رو میکنیم. یه با اجازهتون بریم؟ کجا بریم؟ واسه چی بریم؟ اگه میخواستید برید هایپ دوم برای چی باز کردید؟ سیسی اونم گرفته. عزیزم این هایپ نیست، لایفه. هر انی که هست. این دوتا من ارزون تر بود به خاطر این لایف گرفتیم. سویت بود. بریم؟ مرتضی بخورش. من قرار بود بخورمش. سویچو میگه مرتضی. خوردمش. وای سیسی این دیوونه است، سویچو خورد. حالا چیکار کنیم؟ اسنپ بگیرم بریم؟ نه بابا بچه ها 2 تا تیشرت لنگ داریم. بله چه داریم؟ بفرمایید تو رو خدا. موز چقدر گرم شده. خیلی خوش اومدیم. بفرمایید. برو مشه مرتضی. خیلی ممنون شمسی جون، چقدر زحمت کشیدین. ببخشید تو رو خدا مزاحمتون شدیم. مشه مرتضی ایل بوم دالوه. بله؟ ایل این فوش داد؟ نه بابا این سردیه. منظور آقامون اینه که یه مقدار خم بشوید تا بتواند بذارن پشتتان پشتی را راحت تر باشین. مشه مرتضی جوتیه. ولی این دیگه حرف بدی بود زد. نه بابا فکر نکنم ها. جوتیه بابا. باز سن نجاتیه. بابا یعنی بخوره. بله چیو بخورم؟ میوه‌ات رو بخور دیگه، نذار بمونه. هزینه کرده. ببخشید اما متوجه نمیشی. ای بابا چرا راحت نیستید شما؟ تو شلوار رو چخار. ولی به جون مادرم یکی دیگه فوش بود. شاید باورت نشه ولی منم فکر کنم فوش داد. مشه مرتضی زود قضاوت نکن. منظور شمسی جون اینه که پاشید چلوارتون عوض کنید. بازه تو هم عوض کن. میگم بد نباشه ما انقدر راحتیم. باز میخوام فندک داریم؟ مشه مرتضی پخیان قاشق برندوله. این دیگه فوش بود، منم فهمیدم. میگه هر کی که گم میکنه قاشقش هم باید کنارش باشه، درسته؟ نه خیرم اصلا اینجوری به خودش نیست. یعنی ای شمایی که به خودتون سیگار میکشید لطفاً فندک خود را به همراه داشته باشید. اصلا بد متوجه شده. این میگی لعنتی. با جای ما اینجا نیستم. به ما بی‌احترامی میکنن. باشو بریم. ناراحت شدم. آره. چندانم ببریم؟ آره بابا باشو بریم. مشه مرتضی شلواره دست خواست. شلواره دست خواست. مشه مرتضی. سلام من امیر هستم، این پیک اولمه. سلام مهدی هستم، پیک اولمه. سلام ستون خوبی، چه خبر؟ من شمسی جون هستم، به چالش پیک اول آخر پیوستم و این پیک اولمه. الشرش پرندازه سن سو تهتا. سلام آمهده هستم، وارد چالش جهانی شدم، پیک اولمه. بزنوز. خب وارد مرحله دوم چالش میشیم، ما پیک دوممونه. فکر کنم یه چیزی توش به خودش افتاده. ببینم. سلامتی چشات. اینجا آتشکال افتاده، ببین آتشکال.
سلامتی قلب نه اونو نگو. ایلان olup saçmayak, duvar olup taşmayak, her gündə bir taşmayak. Ruzigari درختی دم بس صدای زلزله بخور والا. خب این پیک سوممونه. اشکام دیگه کم دوباره توش آتشکال به خودش افتاد. گاه نخواد اینو سری قبلی گفتی حفظم من. خب سلامتی مادر شوهرم. نه ترس مادر شوهرم، سلامتی خودمون بیا. نه من پایین، من زیر. اصلا نه من مساوی. اصلا نمیتونم. مساوی. اه. بزنید. مهدی هستم پیک آخرمه. آقا مهدی داداش دوربین این بره. خب من غلام این پیک آخرمه. امیر نبودی مگه؟ نه من غلام همه غلام همه. خب من شمسیزون هستم و پیک آخرمه و من هنوز به خودش نگرفت. میخوام زنگ بزنم مادر شوهر خوشگلم و جاریه خوشگلم بیان من جمع کنن. من خوبم، من خیلی خوبم. کجام ها؟ Ahmetli Hestem peç ahır istiçanın yarısı bizi istemeyen ne? اركب تك 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 كفو كفو كل ما مر Canım Totoli شوشویی میخوام. چی میخوای؟ من الان فقط 3 تا چیز میخوام. منم بغل میخوام. برنامه تو کنکله، بغل میخوام. برنامه هزینه شده جهنم افتاد. پسرم میری خونه عمه اینا صبح خودم میام دنبالت. 10 تومن؟ 10,000 تومن. ببینم پاتولی امشب چیکار کردی؟ بوی آدامس خرسی میدی؟ رفتم به خودم بادی اسپلش آدامس خیپسی خریدم 15,000 تومان. یه عالمه بادی اسپلش به خودم خریدم 12-13 تا رایحه داره. 25,000 تومان و 35,000 تومان مفت. تو چه از خونه بیرون نرفتی؟ از پیج فرهان آرایشی به خودم سفارش دارم دیگه. آیلان میاره در خونه ارسال به سراسر کشورم داره. چه کنی؟ تخت مرتب کنیم. کیه؟ برخرمجش لعنت مهلش ها؟ سلام. Selam. سلام. Selam. سلام. Selam. Selam. Versene köpeği oğlum. چرا برگشتی؟ بیا 10 تومنه. شوهرمه 300 تومن داد گفت امشب بیایم اینجا. شوهرمی به خاطر همین پر جمعیتن دیگه. پیپی خورده شوهرمه. نشستم به در نگاه میکنم.